به طور کلی برای طراحی استراتژی چه یک سازمان چه بخشی از یک سازمان ما نیاز داریم شرایط رو بررسی بکنیم. حالا در بخش مارکتینگ این شرایطی که ما نیاز داریم بررسی کنیم میشه از یک طرف توان تولید محصول یا خدمت خودمون به عنوان یک بنگاه اقتصادی و محیط که در مارکتینگ میشه مارکت یا همون بازار. بعد از تحلیل و ارزیابی شرایط ما یک ابزار داریم به نام ابزار 4P در مارکتینگ که ما بر اساس اون میایم استراتژی مارکتینگ خودمون رو طراحی میکنیم. اولین P میشه پروداکت به معنی محصول یا خدمت، کالا یا خدمت. ما با توجه به شرایطی که تحلیل کردیم از توان تولید خودمون و شرایط محیطی میایم انتخاب میکنیم که چه محصولی تولید بکنیم. در مرحله بعدی یعنی پی دوم میشه پرایس به معنی قیمت گذاری که ما با توجه به توان خودمون، شرایط بازار و محصولی که میخوایم تولید بکنیم استراتژی قیمت گذاری انتخاب میکنیم. پی بعدی مربوط هست به پلیس به معنای مکان یا کانالی که ما میخوایم محصولمون رو توزیع بکنیم در اون و ما باز این رو بر اساس شرایط و توان تولید خودمون، محصولمون، نوع قیمت گذاریمون و شرایط بازار انتخاب میکنیم. و پی آخر به معنای پروموشن یا استراتژی تبلیغات و ترویج ما هست که باز بر اساس 3 پی قبلی و توان خودمون و محیطمون یعنی بازار ما انتخاب میکنیم به چه روشی تبلیغات کنیم و محصولمون رو در بازار ترویج کنیم.